از کجا؟ یعنی یا از بندر امام. خب آبادان آبخورش نه. چرا از بندر امام نمیارید که راحت تره؟ آبادان سخت تره. خب من بندر عباس دارم، همین الان هم میتونم برم به شناور زیر بار. البته باید باش چک کنم با مالک. برای بندر عباس به جبل علی حدودا تونی 9.5 دلاره. نه قیمت نرخ روزه. شناورای که زیر بار هستم با این نرخ عزیزم آهن دارم میبرم. شما نرخی که مد نظرتون چه باری بود گفتی؟ قیر بشکه. قیر بشکه از بند بار که آماده است. خب نرخ تارگتتون چقدره؟ خب فرمودید اسم شریفتون آقایه؟ چه قیمتی دارین؟ ببینید بزرگوار، امارات چند تا پورت مختلف داره همونجور که میدونید. شما رأس الخیمه بخواد بره یه قیمته که اونجا البته بارایی به این صورت نمیره، بارا قیر اونجا اکثرا بارای مواد معدنی میره. همریه یه قیمته، جبل علی با همریه تقریبا تو یه رنج، هر کدوم یه قیمت. این که شما بارگیرید چه جوری باشه. بعد تازه بار شما بار قیر بشکه است. قیر بشکه رو هر شناوری هم نمیکنه. خب چرا؟ چون امکان داره اون ردیف پایین دفرمه بشه. این چند ردیفی که رو هم میچینن ردیف پایین دفرمه بشه، یا بعضن حتی اون بشکه ها میترکه و این باعث میشه کف شناور و کف هموار شناور داغون بشه. ولی من میتونم